اگر تا هم نمیتونی اینجور تامنیلایی رو بزنی حتما تا آخر ویدیو با من باش. امروز اومدیم که چطوری تامنیل خفن بزنیم. همونطور که اول ویدیو تامنیل رو دیدیم، همونطور که میدونین کاور ویدیو همون تامنیل به شدت خیلی مهم است و اگر نداشته باشید مخاطب نمیتونه رو ویدیو شما کلیک کنه. پس باید شما یک تامنیل وسوسه کننده داشته باشید تا مخاطب رو ویدیوتون کلیک کنه. حالا امروز اومدیم که چجوری تامنیل خودمون بسازیم. البته حالا یه جور هم میشه گفت با هوش مصنوعی قرار درست کنه، یه جور هم میشه گفت هر خودمون دستی درست کنیم. حالا ببینیم که چجوری قراره تامنیلمون رو درست کنیم. خب قبل از اینکه بریم سراغ آموزش اصلی ممنون میشم که ویدیو منو لایک کنید و این چنل رو سابسکرایب کنید تا از آموزش‌های بیشتری بهره ببرید. خب دوستان برای تامنیل زدیم ما دو تا برنامه هستیم. چت جی پی تی عزیزمون که به قول بعضی میگن چات جی پی تی با این فونتو کارش متن. حالا بعدا بهتون میگم. وارد برنامه چت جی پی تی میزنید، حالا این لاگین میکنید و یه کارش کنید. میاد این چت جدید ایجاد میکنه و این سری عکس از زمینه برای تامنیل بساز که توش یک اسکین کال آف دیوتی مثلا کنارش باشه. خب اینجوری مثلا میره چون برای که ما تامنیل بسازیم باید تامنیل حوزه بسازیم. مثلا واسه آشپزی می‌بینید توی عکس مثلا این منظره از آشپزی باشه و اینجوری باشه جوری باشه که بتونیم روش مطلب رو بنویسیم بذاریمش. حالا باید منتظر باشیم تا این عکس رو درست. ممنون میشم که تا وقتی که این عکس رو شده این دکمه لایک رو بزنید، سابسکرایب بزنید و حتما برای بقیه شیر کنید که بتونن اونا تامنیل هاشون رو بزنن و حتما چنل رو دنبال کنید که بتونید از آموزش ما بهره ببرید. خب اینجا عکس درست شد. حالا این تامنیل در پس زمینه تامنیله که میتونید کنار اون آدمه متن اون رو بزنید. اون سیوش هم میکنیم و چت جی پی تی کارو تمام شد. میایم با برنامه فونتو کارش گفتن که بتونید متن بذارید با فونت های مختلف، رنگ های مختلف و پس زمین های مختلف. این گزینه میرم بالا پایینش کنم، اینا برای کردن متن هستش و اینجا که دارم میزنم برای راست چین و وسط چین و چپ چین هستش. من پیشنهاد میدم وسط چین بزنید. اینجا میتونید مثلا چی میگن خاطره کلمات، ضخامت کلمات اینا رو بزنید و خلاصه آره دیگه. و اینجا بدونید بهتون گفتم دیگه اینجا هم فونت داره، میتونید فونت ها رو عوض کنید. مثلا میتونید این رو بذارید یا مثلا خاطر زیاد این خوب نیست یا من انتخاب کنید که برای تامنیل خوب باشه. و حالا اینجا کنید فونت های مختلف داره که برای ویدیوتون خیلی خوبه. حتما میگم برای هر ویدیو تنوع درست که بتونید تست ای رو ببینید. تست ای رو در واقع همون که مثلا چند تا تامنیل رو کنار هم میذاریم و اونایی که بیشتر ویو دارن و بیشتر محبوبیت رو دارن رو میتونید انتخاب کنید و بهش میگن تست ای او بی. اینجا مثلا رو رنگاش میتونید عوض کنید و اینجا میتونید نوعش رو عوض کنید و اینجا میاد توی لیبل میتونید چی میگن حالا اسمش برن نیستن نوع متن بهش میگن ادیتورال برنامه حتی اینجا محبوبیت داره. اینجا میتونید انتخاب کنید و کدومش بهتره. یوتیوبر در واقع اصلا اینو فونت ها استفاده میکنن. من اینجا روی گلدنه میزنم طلاییه چون طلایی تست بیش موفق تره و اونجا اکسپورتش میکنید و اکسپورتش میکنید بعد یکم تبلیغ خیلی. ما اول اینجا بریم کپ کات و حالا اینجا گالری رو نبینید و اون متنی که عکسش رو درست کردید رو از طریق اوورلی اضافه میکنید. اینجا میتونید حالا بزرگ کوچیک‌ترش کنید و هر جایی که میخوایم بزنید. من حالا اینجا میذارمش، حالا اینجا میذارمش بهتره در تو آدمه نمیره. در میام اینجا بخش استیکره و حالا تا میاره ممنون میشم لایک و ساب بزنید. مرسی. خب اینجا حالا میاره. اینجا میتونید فلش بذارید. مثلا این انگشتر رو میتونید بذارید. انگشتر میتونید باید تنظیم کنید برای که تست بیش موفق تر باشه. اینجا باید جوری تنظیم کنید که به متن مثلا داره اشاره میکنه. مثلا اینجا دارین تنظیم میکنید و حالا استیکرهای مختلف هم بهش اضافه کنید. مثلا چی؟ مثلا حالا اینو اضافه مثلا
مثلا اضافه میکنه، مثلا دیدی که از خوب نیستی زیاد، این سفر رو خیلی شروع میکنه. میکنه اینجا خیلی سفر رو شروع میکنه و این موفق نیست تو تست A و B. حالا من اینو حالا حذفش میکنم و استیکرهای مختلف دیگه بهش اضافه میکنم و بریم چه استیکری دیگه هست. این فرش خوبه یا این که دوتاشون قاطی شد که یکیشون رو حذف میکنیم، اینو کوچیک و بزرگش میکنیم و میذاریمش اینجا. اینجوری مثل یوتیوبر یوتیوبرهای فرش چیز میذارن و آره دیگه اینجا بریم اکسپورتش میکنیم و باید از صفحت و باید چون ویدیو شده باید از صفحت رو اسکرین شات بگیریم و کراپ کنیم. خب دوستانی که کم کم به انتهای ویدیو میرسیم، امیدوارم آموزش کافی برده باشید و بتونید تاملین بزنید که توی تست AUB و بالاترین میزان حدی CTRش داشته باشه. و همین دیگه، لایک و ساب هم یادتون نره. خدا نگهدارتون.